سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پراک پرستای تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 160 گرم آرد، 130 گرم شکر، 2 دانه تخم، 50 گرم مصلی آبکرگی، 50 گرم روغن رستنی، 50 گرم چهارمغز کوفتگی، 5 گرم رزرخلیتیل، یک پچکه ونیلین، 2 دانه سیب برای آرایشش لازم است. ما در اول همین سیبامای تازه میکنیم. سیبامای دو تقسیم میکنیم. نه جای نالازمشه میگیریم. همین سیبامای کو مهین ریزه میکنیم. میتونید با تختچه یا با همین دستتان یا با تیارکه میده کنید. مهین باریک ریزه میکنیم که گلکره شود. همش همین طور ریزه میکنیم. چقدر گرید کنده نمیشه. من باریکش چخه شود. سیب ریزه کردم. من یک استکان آبی جوش بالاش بمیریزین تا تیار کردن خمیرامو میدرنی آبی جوش میایستد. اول من همین مصلی آبکرگی میگیریم. مصلی گرفتیم. با شکر همراه کرده با میکسر یا که وینچی لاد میزنیم. من با میکسر لاد میزنم. من 2-3 دقیقه لاد زدم. اکنون تخمامه همراه میکنیم. همراه کرده بار دیگر لاد میزنیم. من اکنون روغنی رستنی همراه میکنیم. من بار دیگر همشه خشرو لاد میزنیم. من محصولاتی ما هم تیار شد. اکنون آردشه همراه میکنیم. من آرد 160 گرم آرد با حتما آرد با رزرخلیتیل. من رزرخلیتیلو من ونیلین همراه میکنیم. اگر خواهید کاریتسا همراه کنید. من چهارمغز همشه شروع آمیخته میکنیم. کم کم آردشه همراه کرده آمیخته میکنیم. برای درده نشدنی خمیر ما من کم کم آرد همراه کرده آمیخته کردم. خمیری ما تیار شد. باید چخیل شود سخت در منه. اکنون من همین قالبمان سیلیکانوی 26 سانتی متر. من همین قالبا میپزم. میتونید دیگر خیل قالبا پخته میتونید. اینی همون تارت بیسکویت پزک فلکچه با پخته میتونید. من از این خمیرامای همین قالبا میگیریم. من خمیره گرفتم. اکنون همین سیبی ترکرگی همایه آبشه میگیریم. من همین سیب همایه من پای میچینیم. دانه دانه من متر پای میچینیم. من همین سیب همایه مثل گل من میپیچانیم. همینه همین خمیرامو با پای میچینیم. چند تک خواهین همین خیلی پای چینید گرد بگیرد. من سیبه چیندم. اکنون با مدتی 30-35 دقیقه به 170 درجه به تفتان میگذاریم. مابینی تفتان میگذاریم. من از تفتان درگیرانده دهنی تفتان کشاده ماندگی. من چگونه میبینید پراکی ما هم پخت. اکنون چپا کریم بینیم. من پشتش چخیل تیار شده است. من پشتی پراکی ما از سبب این سیلیکون بودنش تماما همین به پراک نمیچسبد. یگان روغن هم نمیکنیم. یگان چی هم نمیکنیم. یگان رزیننده بویی یگان خیلی بدش هم نیست است. برای همین من بسیارتر همین سیلیکون استفاده میبرم. برای باز هم زیباتر شدنی پراک ما من کمتر سخنی پودر میکنیم.
چگونه میبینید پراک ما هم تیار شد. اکنون من ریزه کریم بینیم که چقدر تیار شده است. من ریزه کنیش بینهایت نقص از سبب من خمیراش نقص آمدگی بسیار بد ورم کردگی نیه. خمیراش اهمی سبب بلازن میبیاد. قبطاش با چارمغز چقدر آمدگی. منه درونش چقدر تیار شده است. ملایمی عجایبات آمده است. منه به نهایت با لذت است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.